تیراندازی نیروهای جنایتکار مالکی به سوی مجاهدان اشرف 3 ساعت و نیم است ادامه دارد و 6 تن دیگر از مجاهدان از جمله 2 تن از زنان مجاهد به شهادت رسیدند. اسامی این شهیدان عبارتند از فاطمه مسیح، مرضیه پورنقی، حسن عوانی، مهدی برزگر، سعید رضا پورهاشم و غلام تلغری. نیروهای مالکی با تیربار زره‌پوش‌ها، تفنگ‌های خودکار و سلاح کمری به سوی مجاهدان تیراندازی می‌کنند و با زره‌پوش‌های هاموی از روی افراد رد می‌شوند. مقاومت ایران مسئولیت آمریکا در حفاظت ساکنان اشرف را بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد و خواستار دخالت فوری به منظور توقف این کشتار وحشیانه و خروج نیروهای عراقی از اشرف می باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 فروردین 1390 8 آوریل 2011 ساعت 7:30 بامداد به وقت پاریس. آره میبینم.